اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. صدق الله العظیم. خدمت بینندگان نهایت عزیز و گرامی، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدواریم در هر جایی که هستید صحتمند و کامیاب و سرفراز و سربلند باشید و لباس عزت و عافیت به صحتمندی را بر تن داشته باشید و از گزند روزگار در حفظ و امان الله سبحانه و تعالی قرار داشته باشید. بازم شما را خوش آمدید میگوییم در سلسله برنامه تفسیر قرآن. بحث امروزی ما و یا موضوع امروز از آیه 159 سوره آل عمران شروع میشه، یعنی آیه 159 سوره آل عمران. مسائل و موضوعاتی که در ذیل این آیت خدمت شما عزیزان دل مورد بحث و بررسی قرار میگیره. این آیه قرآن بیانگر اخلاق عظیم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم هست. مسائلی که در ذیل این آیت خدمتتان مورد بررسی قرار میدم عبارت از اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر همه افراد جامعه چگونه اخلاق داشتن. دوم اینکه یک کسی که رهبری و یا مسئولیتی بزرگی بر عهده داره باید چگونه ویژگی هایی داشته باشه، چطور اخلاق داشته باشه. سوم اینکه راههایی به دست آوردن دل انسان ها، چگونه می توانیم افراد در گردمان جمع بسازیم، چگونه می توانیم دلها را به دست بیاوریم. و چهارمش این که راههای گریز و یا این که مردم از ما تنفر پیدا میکنن، از ما فرار میکنن، همه ترکمان میکنن، تنهایمان میگذارن، چی عاملی وجود داره یا چی راهکارهایی است. مسائلی بسیار مهم است. بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی بحث غزوه احد را مطرح کرد و جریاناتی که در لابلای برنامه شما شنیدید در مورد غزوه احد که رنجها و مشقتها و سختیهای رسول خدا صلی الله علیه وسلم به صحابه تحمل کردند و همچنان از برخورد پیامبر صلی الله علیه وسلم در برابر متخلفین در غزوه احد، حالا در مورد رحمت بودن پیغمبر، در مورد عطوفت و مهربانی پیامبر صلی الله علیه وسلم، در مورد اخلاق عظیم و بزرگ رسول معظم اسلام صلی الله علیه وسلم به ما بیان میکنه. اولا ببینید آیه را به چی گونه شروع میشه، به چی ترتیب قضیه را بیان میکنه. فبما رحمت من الله لنت لهم، پس به سبب رحمتی که از جانب الله سبحانه و تعالی در برابر اونها نرمی کردی. یعنی این رحمت از جانب خدا بود که الله تو را توفیق و عنایت بخشید و رحم و شفقت و ترحم در دلت انداخت تا تو در برابر اونهایی که در غزوه احد نافرمانی کردند، در برابر کوتاهی ها، در برابر مشکلاتی که وجود داشته، تو از نرمی کار گرفتی، از نرمخویی کار گرفتی، از اخلاق کار گرفتی، از عفو و گذشت و تسامح کار گرفتی. در حالی که چقدر اون حالت سخت بود که تحملش انسان فکرش هم نمیکنه، تصورش هم نمیتونه کرده که چطور میتونه اون حالت رو تحمل بکنه. اینجا الله سبحانه و تعالی پیامبر را به رحمت توصیف کرده. یعنی این گفته یک رحمتی است از جانب الله که بر تو داده شده. اگر دقت کرده باشید من گفتم همیشه الله ذاتی است که خودش به رحمت توصیف کرده. الرحمن علم القرآن، الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هر جایی که ببینید میبینید در مورد رحمت صحبت میکنه. من ذاتی هم که بخشاینده ام، مهربانم، حلیمم، بردوبارم. عین قضیه پیغمبرشم به رحمت توصیف میکنم. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر باعث رحمت.
و در این آیه در مورد پیغمبر میگم فبما رحمت من الله لنت لهم، پس به سبب رحمتی که از جانب الله شامل حالت شد تو در برابر اینها نرمی کرد. یا به تعبیر دیگر هم رحمت الله شامل حال اون افرادی شد که نافرمانی کردن که موردی بخشش قرار گرفتن، هم رحمتی است از جانب الله که برای تو داده شد که تو اونها را بخشیدی، در برابرشان نرم خویی کرد. و این قضیه قرآن هم کتاب رحمت است. رحمت یعنی بخشش کردن، یعنی عفو کردن، یعنی بالای کسی رحم کردن، مهربانی کردن نسبت به کسی. و در وصف قرآن هم میبینی که الله میگه هدن و رحمت للمؤمنین و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن هم کتاب رحمته، پیروانش با رحم و شفقت دستور میده. پس وقتی که خالق ما خود را به رحمت توصیف کرده، پیامبرش به اساس رحمت فرستاده توصیف کرده، قرآن کتابش به اساس رحمت توصیف کرده و فرستاده، ما چرا گرگ باشیم که به جان همدیگر بیفتیم؟ ما چرا از این همه رحمت الهی متأثر نشویم؟ به اون لحاظ میبینید که در وصف رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه تو خودت ما به اساس یک رحمت فرستادیم و رحمت پروردگار شامل حال شد و این نرم خویی و این رحمت به این بردباری به این عفو و گذشت سبب شده که مردم به دور جمع بشوند. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. این خیلی مهمه. اگر تو تنخوی می بودی ای محمد، جبین تروش می بودی، العیاذ بالله بد اخلاق، تنخو، ترشرو، زشت رفتار، اگر چنین می بودی همه از اطرافت پراکنده می شد، کسی جمع نمی شد به دوری. ولی این است که تو هم صاحب رحمتی، هم صاحب اخلاق عظیمی، هم صاحب عفو و گذشت و تسامح و آسانگیری، هم صاحب حلم و بردباری. این همه خوبی ها جمع شده که تا سبب شده کل همه به اطراف تو جمع بشون، مال خود در جان خود در هست و نیست خود فدای تو بکنن. در جای دیگر قرآن چقدر در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم دلسوزی و مهربانی پیغمبر بیان میکنه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان الله. ای مؤمنان، به تحقیق که شما را آمد از جنس خودتان پیغمبری، نه ملائکه است، نه از اجینه است، نه مخلوق دیگری، بلکه انسان است از جنس خودتان برایتان پیغمبری آمده که مشقت شما بر وی دشوار است. سبحان الله. یعنی تو رنج و سختی میبینی، او تحملش کرده نمیتونه، طاقت و توانایی این نداره که رنج و مشقت و امت رو ببینه، از بس که مهربانه، دلسوزه، مشفقه. و همون از کارش گریه بود، شب و روز پیش پروردگار عالم زاری میکرد وضعیت این امت چطور میشه، حتی در لحظه مرگ، حتی در روز قیامت، لحظه‌ای که سر از قبر بلند بکن، به فکر این امت، سرنوشتی امت چه خواهد شد. و بعد در ادامه آیه چی میگه؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. به مؤمنان نهایت دلسوز و مهربان، به کل انسانیت رحمت بوده، ولی به مؤمنان الله میگه نهایت مهربان و دلسوز. چقدر مهربان بوده این پیغمبر. به همون لحاظ است کل سختی ها را تحمل میکنه، همه مصائب و مشکلات را تحمل میکنه تا به خاطر این که من و تو راحت بشویم. و جای دیگر این قضیه رو توصیف میکنه قرآن، و انک لعلی خلق عظیم. تو برای اخلاق بی نهایت بزرگی فرستاده شدی و مبعوث شدی.
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من آمدم تا پایه های اساسی اخلاق در جامعه پایه‌ریزی بکنم، بنیانگذاری بکنم، مکارم اخلاق برای انسانیت تعلیم بدم. این آیات بیانگر رحم و شفقت و دلسوزی و مهربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم و بیانگر اخلاق عظیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. حالا بیایید ببینید چند نمونه از اخلاق پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یک، اخلاقش در فامیل. عایشه رضی الله تعالی عنها مادر عزیزمان میگه پیغمبر به ما رفیق بود، مشفق بود، دوست بود، مهربان بود، یار و یاورمان بود، همکارمان بود. در طول حیاتمان ندیدیم روز رسول الله به یکی از ما العیاذ بالله فاش دهنی بکنه، حرفی زشت بزنه، برخوردی زشت بکنه. اگر غذا شور بود، اگر بینمک بود، اگر زود بود، اگر دیر شد، اگر کم بود، اگر اضاف بود، روزی پیامبر بر ما انتقادی نکرد قطعا. وقتی که لحظه وارد خانه میشد، اگر میدید که ما مصروف هستیم، دست ما بند است، جایی مصروف کار است، برش غذا تهیه میکرد، خانه نظافت میکرد، کالا میشوست، مهمان خدمت میکرد، شیر از گوسفند میگرفت. پیامبر این گونه اخلاقی در خانه داشت، چیزی که امروز شما در دنیای اروپا، آمریکا، کشورهای اروپایی میبینید. ولی اگر در کشور اسلامی یک مرد این گونه تعامل بکنه، میگه این زن ذلیلی بدبخت، شب روز در خدمت زنش است. خب دین چی میگه؟ ما چی میکنیم؟ به کدام مسیر روان هستیم؟ این یهود بری ادعا هم داریم که جز از ما بهشت کسی دیگه نمیره. این اخلاق پیغمبر داخل خانه است. به طول عمرش زنانش لت و کوب نکرده. یک، تویی که هر روز شلاق گرفته داری و زده روان است این مظلوم بیچاره که زیر دست و پای افتاده، باز تا گپ بزنی میگه الله در قرآن اجازه داده. خاک در سرت نشه، بیا قرآن بخوان بفهم یک بار که قرآن چی میگه. این دشمنت نیست، این نیمی ایمانت است، آبرو به عزتت است، راحتی جانت است، آرامش دهنده فکر و روح و روانت است داخل خانه. اگر قرار بود مورد علت و کوب قرار بده که خب پیغمبر کار میکرد. الله میگه پیغمبر به شما الگو و نمونه است. در طول عمر زنش علت و کوب نکرده، هیچ همسر از همسرانش. در طول حیاتش با یک همسرش بی حرمتی نکرده، نفرین نکرده، دشنامش نداده. مثل که بسیاری از این امت بی ادب، افراد بی ادبی در بین این امت، خواهر و مادر و پدر و پدرکلان و تمام نفتک و نبیری همسرش دشنام میده. بعد توقع هم داره شب میره در آغوشش میخوابه، میگه به آرزوهای من برسه، به خواستهای من باید برسه. همین طور میشه مگر؟ این نکات رو بدانید. اخلاق پیغمبر داخل خانه، همسرانش در طول حیاتش لطکوب نکرده، بی حرمتی نکرده، دشنام به اونها نداده، حقشان ضایع نکرده، بالایشان چیزی که توانشان بوده بیشتر تحمیل نکرده و مجبورشان نکرده که داخل یک خانه همه با هم زندگی بکنن. هر کدامش خانه ایز جدا، زندگی جدا، به همه امکانات طبق زمان خودش، و حق هیچ کدامش هم ضایع نکرده. ولو حتی در سفر عادت داشته که یکی از همسرانش با خودش میبرد، قرعه میانداخته در بینشان نام هر کدامش که بالا میآمد، و بعد از فوت همسرانش هم حرمت و احترامشان را حفظ کرده. و شما میبینید که رسول الله صلی الله علیه و بعد از فوت خدیجه همیشه توصیفش میکنه، رفقایش حرمت میکنه، دوستان خدیجه، زنانی که با خدیجه رفت و آمد داشتن، رفیق خدیجه بودن، گوسفند میکشه به اونا قسمتی از گوشت و غذا روان میکنه. وقتی که نزد پیغمبر میان چادر یا پاتوی شهوار میکنه، رو بروی او حرمت و احترام میکنه، مینشانه. وقتی سوال میشه یا رسول الله این کیست که شما اینطور برخورد کردید؟ میگه این از دوستان همسرم خدیجه هست. به این میگن مرد وفادار. این نمونه از اخلاق پیغمبر داخل خانه است. دوم نمونه رو ببین، اخلاق پیغمبر با صحابش، یارانش. در مسیری را با اونها راه میره، در وقتی که کار زمینه مساعد میشه با اونها کار میکنه. وقتی که سنگ بنای مسجد نبوی رو میگذارن، دوشا دوشی صحابه پیغمبر کار میکنه. صحابه میگن یا رسول الله مگر ما کفایت نمیکنیم؟
میگه من نمیخوام از شما بالاتر باشم، برتر باشم، منم مثل شما انسانم، منم دوست دارم در این کار خیر سهیم باشم. در مجلس با اونها یک جا می نشینه، در یک سفره با اونها غذا میخوره، در مسیری را با اونها قدم میزنه، با کسی که صحبت میکنه دست میده تا که او دستش پس نمیکنه پیغمبر دستش طرف خود کش نمیکنه، با کسی صحبت میکنه طرفش نگاه میکنه، طور با مردم تعامل میکنه که هر کسی فکر میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم با من است. این اخلاق پیغمبر با صحابش، با یارانش. یک مرد پیدا کنید که با دوستا و رفقایش چنین رفتار کرده باشه در طول تاریخ انسانیت. حتی پیشنهاد مشرکین همین بود که تو چرا با همه مساویانه رفتار میکنی؟ ابو جهل میگفت یعنی من ابو جهل بیایم بنشینم و تو با ما و بلال حبشی یک قسم تعامل بکنی؟ غیر ممکنه. کلش در محور خود جمع میکن. این اخلاق پیغمبر با صحابش. اخلاق پیغمبر با اطفال. در مسیر را میره تفلکا را سلام میکنه، وقتی طفلا رو میبینه اونها رو به آغوش میگیره، نوازششان میده، دست بر سرشان میکشه، برشان هدیه تقدیم میکنه، آنقدر مهربانی میکنه که طفلکا رسول الله صلی الله علیه و سلم که میبینن به طرف پیغمبر دوان دوان در حرکت. خیلی متواضع است، خیلی متواضع است. با برادر انس رضی الله تعالی به نام عمیر در مسیر راه میره، میبینه عمر در یک گوشه که دیوارت کنار دیوار نشسته غمگین، نزدیکش میشه، سلامش میده، دست سرش میکشه، با کنارش مینشینه. میگه چرا عزیزم غمگینی؟ چرا پریشانی؟ چون همیشه میفهمید که این گنجشکه که در دست میداشت و با او بازی میکرد. یا ابا عمیر ما فعل بی نغیر، چی کردی با اون گنجشکه؟ میگه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم نغیر مات، مرد گنجشکه. خیر است عزیزم، تشویش نکو، باز یکی دیگه میاریم برات میدیم. یک رهبر در طول تاریخ انسانیت پیدا کن که چنین تعامل با اطفال داشته باشه، چنین برخورد با اطفال داشته باشه. زنی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم با طفلش میاد، پیغمبر طفلکش میگیره، بغل میگیره، برش مهربانی میکنه، یه خرما رو به دستش میده. طفل بر دامان رسول الله صلی الله علیه و سلم ادرار میکنه. خب طفل است دیگه، کوچک است، نمیفهمه که این دامان مطهر رسول الله است. مادر طفلک پریشان میشه، متزلزل میشه، رنگش تغییر میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه هیچ تشویش نه، طفل است. خود پیغمبر حرکت میکنه که ادرار طفلک رو بشوره. خب این اخلاق پیغمبر با اطفاله. اخلاق پیغمبر با خدمش، برخورد و تعاملش با خدمش چی کنه؟ یک صحابی داریم به نام انس، 10 سال خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده. در مدت 10 سال میگه قطعا ندیدم روز رسول الله به طرفم پینک توش بکن، قهر و غضب بشه. اگر کار را تأخیر کردن، اگر عجله کردن، اگر انجامش دادن، اگر ندادن. به همون لحاظ است که توصیه میکنه با خدمتگارانتان تعامل خوب داشته باشید، از توانشان بالاتر به سرشان کار نکنید، مزدشان از چیزی که تعیین میکنید اگر توان دارید حتی بیشتر به اونها بدهید، پیش از ختم شدن کارشان مزدشان رو بدهید، غذایی که میخورید با اونها هم از همون غذا بدهید، تفکیکی بین شما به او قائل نشوید. ولی ما چی میکنیم با کارگرانمان، با خدمه ایمان؟ نام منم است مسلمان، میگه من میگه با این کارگر بشینم با یک سفره غذا بخورم؟ دست کارگر رو میگیره، میبینه که تکه تکه و پارچه پارچه، بوسه میزنه، میگه این دستار الله دوست داره، تشویقش میکنه. میگن این 2 تا دست است که لقمه نان حلال پیدا میکنه، الله این 2 تا دست رو دوست داره. با خدمش برخوردش اینه، تعاملش اینه. با اسیرانی که نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میدن اخلاق پیغمبر. 5 وقت نماز میخوانه، کدام زندان مشخص نداشت، داخل مسجد یک گوشه مسجد چند نفر اسیر نشسته بودن. 5 وقت نماز میخوانه، یک مرتبه احوال اینها را میگیره. گرسنه که نیستید، تشنه که نیستید، کسی سرتان ظلم که نکرده، امر خدمتی باشه در خدمتتان است. تشویقشان میکنه، ترغیبشان میکنه. 24 ساعت از یک شبانه روز یا 2 شبانه روز نمیگذرد که وقت اخلاق و تعامل رسول الله رو میبینن مشرف اسلام میشه، آزادشان میکنه.
با غیر مسلمان ها اخلاق رسول الله صلی الله علیه و چی بود؟ کسی میگه یک هندو ذمی پناهنده، کسی که به نزد شما آمده به شما پناه آورده تا جانش، مالش، آبرویش در امن باشه، کسی که میگه اگر بر او تعرض میکنه خونش به ناحق میریزانه، با او برخورد اخلاقی زشت میکنه، انا خصمهم یوم القیامه، من روز قیامت دشمنش هستم. این تعامل و برخوردش با دشمنانش غیر مسلمان ها در روز فتح مکه با دشمنانش، کسایی که عمری در برابر پیغمبر دشمنی کردن، با اونها چی تعامل کرد؟ همونهایی که پیغمبر لط و کوبش کردن، همونهایی که پیغمبر ریسمان به گردنش انداختن، کشش کردن در روی زمین، همونهایی که شکمبی شتر روی سر پیغمبر انداختن، همونهایی که پیغمبر را تحریم کردن، از گرسنگی گیاهان کوه استفاده میکردن، برگ درخت استفاده میکردن، همونهایی که تعهد کردن که رسول الله را باید یا بکشن یا زندانیش کنن یا از مکه بیرونش کنن، همونهایی که از هیچ ظلمی در حق پیغمبر به صحابه دریغ نکردن، روزی که پیامبر در مکه مسلط میشه در فتح مکه چی میگه؟ والله قسم است که همه ایشانو معاف میکنه، میگه اذهبوا انتم الطلقاء، بروید همه ایتانو بخشیدم. هر کسی میخواد اسلام قبول بکنه، کسی میخواد با مو اعتقاد و باوری که داره زندگی بکنه، این تعاملش. روز حضرت عمر رضی الله تعالی در وقت نماز ظهر است، بیرون میشه داخل کوچه های مدینه، میبینی یک کس شمشیر به دست داره، یک آدم ناشناس از مسیر دور آمده، ازش پرسان میکنه کجا؟ الی این تذهب، کجا میری؟ میگه من آمدم تا محمد را به قتل برسانم، آمدم تا مردم از شر محمد خلاص بکنم، با زبان خودش. ثمامه ابن اصال نامش است. عمر رضی الله تعالی عنه می توانست که در اونجا شمشیر از دستش بگیره گردنش بزنه، ولی اخلاق عمر اجازه نمیده، ادبیات عمر اجازه نمیده. نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه یا رسول الله فلانی آمده چنین تصمیمی داره، پیغمبر لبخند میزنه برای شما مسجد، منم میام نماز. این آدم میاد به دروازه مسجد استاد میشه، شمشیرم به دستش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این لحظه، در این اثنا میای میخواد وارد مسجد بشه، چشمش میفته به این آدم که اینجا استاد، شمشیر به دستش، خاکالود از مسیر دور آمده. یک سلامی میده، بعد از صحابه پرسان میکنه، چون صحابه اونجا استاد بودن، آیا برای این آب و غذا و نان آوردید؟ این آدم خسته است، از مسیر طولانی آمد. این دشمن پیغمبره، آمده به خون پیغمبر تشنه است، به خاطر قتل پیغمبر آمده. صحابه میگن نخیر یا رسول الله صلی الله علیه و سلم. برای ابو هریره میگه برو داخل خانه ببین اگر کدام غذایی بود بیار برای این. حضرت ابو هریره میگه من رفتم خانه پیغمبر سازم، جز یک لیوان شیر یا یک گلاس شیر دیگه چیزی نیافت. همون رو آوردم، پیغمبر سازم با دستش گرفت، برش تقدیم کرد که بگیر بخور، تو خسته هستی، از مسیر طولانی آمدی، آثار خستگی بر چهرهت معلوم میشه. اون آمده که خون پیغمبر رو بریزانه، ای برش گلاس شیر تقدیم میکنه. یکی از صحابه میگه ما چشم به چشم پیغمبر دوخته بودیم لحظه ای که پیغمبر آمد، منتظر این بودیم که رسول الله اشاره بکنه ما ای رو بردار بکنه، ولی لحظه ای که پیغمبر میگه برای ای آب و غذا آوردید، این گرسنه هست، همه ما متحیر ماندیم. این چگونه اخلاقی است؟ این چگونه تعامل و برخوردی است؟ این اخلاق رسول الله در برابر دشمنش. وقتی که شیر می نوشه میگه مسلمانشو، میگه نه خیر، قبول نمیکنم اسلام، کدام ظلم اجباری نیست. صحابه میگن رفتیم نماز خواندیم، وقتی که از نماز بیرون شدیم، نماز عصر که آمدیم به نماز، که همین آدم آمد با دو زانوی ادب نشست، گفت یا رسول الله بگو برایم چیزی تا که من تکرار کنم و رستگار شوم. پیامبر صلی الله علیه و برش میگه قل لا اله الا الله محمد رسول الله تفلح، رستگار میشی. و بعد ازش پرسان میکنه چرا اول ایمان نیاوردی؟ وقتی که برای تلقین کردم، دعوت دادیم به اسلام، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم این نکته ها را ببینید، قسم به پروردگار که شما را به رسالت مبعوث کرده، تا آن لحظه منفورترین انسان روی زمین نزدم شما بودید،
ولی از این لحظه محبوب ترین انسان روی زمین نزدم شما هستید. اگر بگید سر بدم، حاضرم سر جانم را تقدیم بکنم به خاطر دفاع شما. ولی اگر او لحظه من ایمان می آوردم، این صحابه، این دوستان، این یاران فکر میکردن که من از ترس اینها ایمان آوردم، ولی به خاطری که ایمانم خالص به خاطر رضای الله باشه، به خاطر خدا باشه، من حالا به اختیار خود بدون اکراه، بدون اجبار، بدون ظلم اسلام قبول میکنم. این تعامل و اخلاق پیغمبر در برابر دشمنانش است. اخلاق پیغمبر در برابر گناهکاران، در برابر شرابخوار، در برابر زناکار، در برابر مفسدین چگونه تعاملی داره؟ 2 نفر مشهور است در حدیث، یک مرد یک زن با رسول الله صلی الله علیه و آله مراجعه میکنه، میگه یا رسول الله من زنا کردم، طهرنی یا رسول الله، مرا پاکیزه کن. پیغمبر به جای که به طرفش نگاه کنه که تو بد کردی، غلط کردی که تو زنا کردی، چنده دیگه هم برش بده، تو زنا کردی آمدی به من میگی زنا کردم، طرفش نگاه نمیکنه. مبادا احساس خجالت و شرمندگی بکن، نگاه نمیکنه طرف گناهکار، میگه ارجع و استغفر الله، برو استغفار کن خداوند میبخشه. باز دوم تکرار میکنه، رویش ازش دور میده، باز میای طرف دیگر استاد میشه یا رسول الله، 4 مرتبه این حالت تکرار میشه. بعد برش میگه دیوانه که نیستی؟ میگه نه خیر یا رسول الله، هوشیار است. شراب که نخوردی عقلت زائل بشه؟ این گپی است که تو میزنی؟ تو میفهمی که جرم یک زناکار چیست، مجازاتش؟ بله یا رسول، میدانم. از ای که در روز قیامت در میدان محشر رسوا باشم، همینجا در دنیا مرا پاکیزه کن از جرم و گناه. اول برش میگه برگرد برو استغفار کن، قبول نمیکن. دوم برش میگه که چهرهش از او میگردانه، رخش میگه بلکه برگرده بره. سوم برش میگه که ممکن در طفولیت این کار کرده باش یا خواب دیده باش، نخیر یا رسول الله. بعد برش میگه دیوانه که نیستی گپر میزنی؟ میگه نخیر یا رسول. شراب که نخوردی عقلت زائل بشه، یک بهانه جور بشه که یادم نجات پیدا کن. موت و کمر بسته کردیم دنبال گناه کسی، یک گناهکار رو پیدا کنیم بیاریم که مجازاتش کنیم. تو رو خدا اخلاق اسلامی است؟ همین طریق است اسلام؟ شب و روز دنبال عیب مردم تجسس کرده روان هستیم که باش که فلانی چی، فلانی با کی رابطه داره، فلانی چی میکنه، چی میخوره، چی میپوشه، کجا میره، با تو چی ارتباط داره؟ اعمال شخصی فرد است. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. برای او سر چی انجام میده، برای خودت سر چی که میکنی. او پاسخ اعمال خودش میده، تو از اعمال خودت میدی در روز قیامت. به نام دین خدا هزارها جوان و مسلمان شلاق زدیم، هزارها دختر و مسلمان و پسر مسلمان بی آبرو و بی حرمت کردیم، صدها جوان و مسلمان زیر سنگ و چوب کردیم، به نام که ما حکم جاری میکنیم. همین است حکم جاری کردن. اخلاق و تعامل رسول الله در برابر یک گناهکار این گونه است. جوانی دیگه میاد میگه یا رسول الله اجازه میدی برم زنا کنم؟ تو خدا اگر همین سوال امروز کسی بیاد از من بپرسه، شاید به سیلی به صورتش بزنم. مرتا که دیوانه، این گپی است که تو میزنی؟ آمدی از من اجازه بگیری برای زنا بکنی؟ تویی که ادعای وراثت انبیا را داری، بر مسند رسول الله نشسته میگی که وارث پیغمبر است، کسی حق نداره طرفم چپ نگاه بکنه. بعد همیشه دستای من ماچ کرده برن، کفشای من پیش پای من گذاشته برن، هر روزم سیب جناب حضرت علامه صاحب و مولوی صاحب شیخ صاحب گفته برن. اگر کسی پیش تو بیا این سوال ازت پرسان کنه چی میکنی با او؟ نزد کی رفته؟ رحمت للعالمین، سید المرسلین، اشرف الانبیا، بزرگترین انسانهای روی زمین. نزد او رفته، به خودش جرأت داده، این همو فضا و صمیمیت و وسعت کلام را نشان میده، آزادی را نشان میده. رفتن پیش پیغمبر یا رسول الله به من اجازه میدی برم زنا کنم؟ بیش عزیزی دل، خواهر داری؟ بله. مادر داری؟ بله. دوست داری کسی به مادرت این کارو بکنه؟ الله یعوذ بالله یا رسول. خواهرت دوست داری با کسی ببینی این کار انجام میده؟ نه خیر یا رسول، بس کردم دیگه نامش هم نمیگیرم. چقدر با منطق، با ادبیات اخلاق پیغمبر در برابر گناهکاران است. خوب دقت بکنید. ما چی میکنیم امروز؟ ما چی میکنیم امروز؟ چه تعاملی داریم با اینا؟
من میگه سید با این شراب خوره بی ننگی بی غیرت میگه بشینم با او گپ بزنم. خب تو چی کاره تو با او نشینی؟ تو هم انسان است، تو هم انسان. این که تو میگی من با او بشینم، انمی جرم میده، انمی گفتن انمی کلمه به مراتب شاید گناهش بزرگتر از شراب خوردن او باشه. من با این لوچکا و لندغرا بشینم میگه با اینا صحبت، من با این بی حجاب بد اخلاق بشینم. بله تو نشینی من نشینم، تو با او صحبت نکنی من صحبت نکنم، از کی دین بیاموزه؟ وقتی که تو رو تحویل نگیری، حاضر نشی سوالاتش پاسخ بدی، به مسجد او را ندی، به میز امرای او نشینی که با او صحبت دین بکنی، به خانه ایش تو نروی، دعوتش نپذیری، از کجا بیاموزه اون دینه؟ پیغمبر با منکرین وجود خدا می نشینه با او صحبت میکنه، زانو به زانو میشینه با او صحبت. من یحیی العظام و یرمیم، استخوانای پوسیده و فرسوده کی زنده میکنه؟ محمد. بیا بشه که میگه برات بگم که کی زنده میکنه. او از خدا منکر است. طرف مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله با منطق برش میگه قل یحیی الذی انشأها اول مره، همون ذاتی که اول آفرید حالم زنده میکنه. امام ابو حنیفه با انسانهایی که از ذات الهی منکر بودن، از وجود خدا انکار داشتن، با اونها زانو به زانو مینشینه صحبت میکنه، ساعتها با اونها مباحثه میکنه. از روزی که علمای این امت، جوانان این امت در تحویل نگرفتن، از گناهکاران این امت رو برتافتن، برای خود مایه ننگ دانستن که با یک بی حجاب و بد اخلاق و شرابخوار و زناکار و بی بند و بار بشینن با او صحبت بکنن، او رو تحویل بگیرن با او بشینن صحبت بکنن. اونهایی که نماز میخوانن، اونهایی که اهل دیانتن، اونهایی که اصلاح شدن که دیگه نیازی ندارن به گپا. مریض پیش دکتر میرسه حتما که با دکتر مراجعه نمیکنه. تو من حیث عالم دین جایگاه با جایگاه دکتر است. پیش دکتر چه کسانی میرن مراجعه میکنن؟ مریض میره تشخیصش میده، نصیحتش میکنه، تداویش میکنه، نسخه برش میده، دوا برش میده. ولی ما چی میکنیم؟ تویی که ادعا داری همه سر و کارت با خوبا باشه، فقط خوبان بیان با تو مراجعه کنن، شبیه اینه که دکتر بگه مریضا پیشم نیای، از کل صحتمندا بیای که من تداویشان کنم. خب دیگه نیاز به تداوی نداره که هر روز بهانه بکنی این سرش لوچ است و این نمیفهم ریشش تراشیده است و این بد اخلاق است و من با این حاضر نیم با یک سفره غذا بخورم. میدانی این چقدر جمله خطرناکه؟ پس اشتباه بکنی که تو ادعا بکنی من وارث پیغمبرم، من در اسلام دعوت میدم. این تعامل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم با گناهکاران. یک نمونه دیگه، با مهمانانش چطور برخورده داره. هر کسی که در سفره با رسول الله نشسته یک مرتبه غذا خورده، در طول عمرش آرزو رو داشته که کاش یک بار دیگه میشد با پیغمبر غذا میخوردم. مهم نیست که در سفره کدام نوعی غذا بوده، مهم نیست که این سفره رنگارنگ بوده، مهم نیست که چند نوعی غذا وجود داشته، مهم این است که یک لحظه نشستن با رسول الله صلی الله علیه وسلم. میدانی چی تغییری در سرنوشت انسان میاره، چه تحولی ایجاد میکنه؟ عدی ابن حاتم طایی، پسر حاتم طایی، حاتم طایی که نامش مشهور است تا امروز همه میشناسن، حتی قبل از وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نامش در بین مردم مشهور بوده. در مدینه سر و صدا میشه. عدی آمد وارد مدینه شد، شهزاده، بچه سخی ترین انسان، مشهور به سخاوت و به ثروت و پولداری، به خیر کردن و خوبی کردن. بعد آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون میشه، خودش به استقبالش میره، عزت و حرمتش میکنه، دست با دست هم دیگر او را به خانه میآوره. یک تکیه داره رسول الله صلی الله علیه و یک بالش داره در گوشه خانهش، او را خود پیغمبر میگیره میاره زیر شانه عدی میگذاره. بهترین غذا را برش تهیه میکنه طبق توانش، او را خوب حرمت و احترام میکنه. سبحان الله. وقتی که شب سپری میشه، فردای اون روز دعوتش میده، پیام اسلام برش میرسانه. صحابه میگن دست به دست عدی در جاده های مدینه گویا فکر میکرده که یک دو نفر رهبر با هم راه میرن، چون او هم شهزاده بود، انسان کلانی بود، جایگاه داشت، به هر کس طبق مقامش حالتش برخورد میکرد. این اخلاق و تعامل رسول الله در برابر مهمانش.
و حتی میگه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که ایمان به الله داره، ایمان به روز قیامت داره، مهمانش باید حرمت بکنه، احترام بکنه، مهمانش عزت احترام بکنه. البته مهمان گفتن دیگه، یک روز دو روز نه که تا نوروز تخت و پوستی نبندازه دیگه، جمعش نکنه خلاص. از ما شما کم تو هست تا 3 شب از لحاظ شرعی مهمان حق داره. مهمان گفته میشه. میگن نقل است که موسی علیه السلام را الله تبارک و تعالی گفت که موسی هم برای مهمان خودت حرمت بکن هم برای مهمان ما. گفت یا الله مهمان است دیگه، واسه چه فرق میکنه مهمان شما و مهمان ما؟ این تفاوت داره. اون کسی که تو دعوتش نکردین بدون دعوت کردنت آمده، اون مهمان ما هست. اون کسی که دعوتش کردی اون مهمان خودت هست. هر دویش قابل حرمت به احترام است. چی دینی زیبایی داریم. چی میشه بخیزیم بریم سر سفره همدیگر بنشینیم، با همدیگر لحظات صحبت بکنیم، همدیگر را سیر ببینیم، حرمت قائل بشویم برای همدیگر، مهرورزی بکنیم برای همدیگر. متاسفانه این نمونه های از اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که اخلاقش در برابر فامیل، در برابر صحابه، در برابر اطفال، در برابر خدمه، در برابر مهمان، در برابر گناهکاران، در برابر دشمنانش، در برابر اسیران، زندانیانی که پیشش بودن، این گونه تعامل داشت رسول الله صلی الله علیه وسلم. اینطور برخورد میکرد با اونها، حتی با غیر مسلمان ها. مریض میشدن عیادت میرفت، محتاج میشدن قرض میداد، غمی پیش می آمد در غمشان تسلیت میداد برایشان. همگام با دعوت اسلامی دعوتشان میداد به اسلام. ولی ما را اگر کسی ببینه 10 دقیقه با ما بشینه، از اخلاق ما چنان متنفر میشه که اسلام را هم دیگه رها میکنه. میگه اگر اسلام همیست که شما میفهمید، همین قسم تعامل و برخورده که شما دارید، میگه من از اسلام بیزارم. خب این نمونه‌ای از اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و آله. حالا بیاید ببینید ویژگی‌های رهبری. پیامبر یک رهبر بود برای کل انسانیت، راهنما بود، قائد بود، خطیب در مسجد، امام در محراب، کسبکار در وقت کار، داعی در وقت دعوت، مجاهد در میدان جهاد. رهبر کل امت قیادت رهبریش بوده داشت. نخستین ویژگی یک رهبر، کسی که میخواد رهبری را بوده بگیره، اخلاق است. کسی که اخلاق نداشته باشه نمیتونه رهبر موفق بشه. کسی که بد اخلاق باشه، زشت زبان باشه، بدگو باشه، ترشرو باشه، زشت رفتار باشه، نمیتونه مسئولیتی بزرگ رهبری را بوده بگیره. به اون لحاظ رسول الله صلی الله علیه و آله خوش اخلاق ترین انسان ها بود که این رهبریت بوده داشت. دومش مهارت. اگر یاد نداشته باشه رهبری کردن، مثل رهبرای پوشالی امروزی، کسایی که از طریق تقلب و زور و خیانت و غل و غش و با کمک اینو با کمک آنو مثل یک سنبل بر روی چوکی می نشانن، خلاص این حیثی کلان وزیر السیب که میگن، وکیل السیب، خط خواندن نمیتوانه، پادشاه السیب، اوه که ببینید دلت سیاه میشه از پادشاهی کردن. میگه اگر همین طور باشه که ما تیر از می پادشاهی. مهارت. هر کرا از بهر کار ساختن، کار او را پیش او پرداختن. هر کسی یک مهارتی داره. مهارت رهبری یک مهارت خاص ویژه است. هر کس نمیتونه. ولی دل همه مردم ما که رهبر باشن، کلان باشن، پیشوا باشن. سومش هیبت. یک آدم باید کرکتر داشته باشه، یک قیافه داشته باشه، یک سیاست داشته باشه، یک هیبت داشته باشه. نه مثل بعض افرادی که ببینیم اگر بخندی طرفش فکر کنی از خنده بازار آمده. گپ زدنش بفهمه، حرکتش بفهمه، مسئولیتش بدانه. به همون لحاظ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه به من چنان هیبت و سیاستی داده شده که اگر دشمن در مسیر 1 ماه خبر بشه که من از این مسیر رد میشم، رعب و وحشت من در دلش میفته. یک آدم با هیبت. چرا؟ اگر سیاست نداشته باشه، هیبت نداشته باشه، نمیتونه رهبری بکنه.
چهارمش شجاعت، دلیر باشه، نه ترسو، بزدل، ضعیف که 4 کلمه صحبت کرده نتوان. از روی کاغذ میبینی همونطور لرزیده روان است، سیب بند شده خوانده روان است. کجای این به رهبری میخوانه؟ شجاعت. مثل که رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد مرد محراب است، در منبر مرد منبر است، در سنگر مرد سنگر است، در بازار مرد بازار است، در میدان جنگ مرد جنگ است، در میدان مبارزه میبینی پیش قدم است. نقل است در حدیثی که در شبی در مدینه سر و صدا برآ افتاد که دشمن حمله میکند، یا از مسیر دور یک سیاهی لشکر به چشم میخورد. صحابه میگن ما آماده شدیم رفتیم که پیش از ما یک نفر معلوم میشه در خط مقدم. وقتی که نزدیک شدیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا رسول الله شما از همه پیش؟ بله، مسئولیتم است. شجاعت به این میگن. تو رو خدای شجاعت است که به داخل کاخهای سنگی با ماها کسی نبینه تو رو مگر از طریق یک صفحه تلویزیون ببینه. کسی که تو ادعای رهبری و حکومت بر این مردم داری حاضر نباشی با 10 نفر دست بدی، مرغ باری داخل قفس به موتر زرعی طرف و طرف، سرکا بسته شه، مردم از خیابانها دور شه، کل راهها بسته شه که جناب جلالت مآبشان بعد از 1 ساعت از این مسیر رد میشن. چرا؟ اگر خیانت نکردی چرا میترسی؟ کل خائن خائف، هر خیانتکاری ترسناک. برو امروز همونایی که تو جهنمی میگی هر روز برشان، همونایی که ما و تو میگیم که اینا به اصطلاح نمیفهمن نمیدانن غیر مسلمانن، رهبرشان در بینشان است. همون شجاعت که داره در بین مردمش باشه. به همون لحاظ در مورد رهبری رسالت انبیاء علیه السلام قرآن میگه رسولا منکم منهم معهم، پیامبر از خود شما، در بین شما، برای شما، من انفسکم، از نفس خود شما. رهبر که از خود مردم، از توده جامعه خود مردم باید باشه، از بین مردم باید باشه تا بتوانه مشکلات مردم را حل بکنه. این ویژگی ها را رسول الله صلی الله علیه وسلم داشت. هم اخلاق داشت، هم مهارت داشت، هم هیبت داشت، هم شجاعت داشت و در رأس همه عفو و گذشت باید داشته باشه. قدرت بخشش را باید داشته باشه. غیر ممکنه که شما یک کتله عظیمی از مردم رهبری بکنیم به حرف زشت نشنوی، حرفی بد نشنوی. همه که موافقت نیستن. قدرت بخشش را داشته باشی. به همون از قرآن اشاره میکنه، میگه در غزوه احد صحابه‌ای که نافرمانی کردن پیامبر اونها رو بخشید، بخشششان کرد و الله هم گفت اینا رو ببخش، الله هم اونها رو بخشید. یا در جای دیگر در قرآن میگه وعلى الثلاثه الذين خلفوا عن رسول الله، 3 نفری که از رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفت کردن از خود صحابه بودن. ندای حی علی الجهاد بلند شد و این 3 نفر بهانه جور کرد، یکی گفت باغم خوش میشه و یکی گفت نمیفهم نان به خانه نداریم، یکی هر کدامش یک بهانه ای جور کردن تا میدان نروند. مخالفت کردن. قرآن میگه مخالفت کردن، ولی رسول الله صلی الله علیه و آله بخشششان میکنه. اول سرزنش، بعد بخشش. قدرت عفو و گذشت را داشته باش. چرا؟ اگر حاکم این قدرت و صلاحیت را نداشته باشه مگر یک سر اعدام کرده بره دیگه، با کوچکترین حادثه که اتفاق میفته. اینم ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و آله و ویژگی های یک رهبری که باید، کسی که مسئولیت به عهده میگیره باید این ویژگی ها رو داشته باش. حالا اینجا الله تبارک و تعالی میگه ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر طوری می بود که تو تنخو می بودی، بد اخلاق می بودی، پینک ترش می بودی، کل مردم از حولت، از اطرافت فرار میکردن. 1 نفر هم از این مردم به دورت نمیماند، همه رهایت میکردن. از این آیت راههایی به دست آوردن دل مردم معلوم میشه. از چی طریق میتونیم دلها را به دست بیاوریم؟ 1 از طریق عفو و بخشش، اخلاق حسنه. خلق خوش خلق را شکار کند. با اخلاق است که میتونی بر دلها تسلط پیدا بکنی. با عفو و گذشت است که میتونی بر مردم تسلط پیدا بکنی. 2 محبت ضد نفرت و انزجار است. برای مردم مهر ورزیدن است،
محبت کردن است که تا میتونی دل رو به دست بیاوری. دل که نمیشه از طریق زور به دست آوردی، بلکه از طریق اخلاق، عفو و گذشت، مهر و محبت و صفا و صمیمیت. بعضی انسان ها منجمدن در طول عمرش. بعضی از پدرها به مادرها همین طورن، بعضی از معلمان همین طورن، بعضی از استادان دانشگاه همین طورن، بعضی از رهبرها همین طورن. به طول عمرش به زیر دستش یک نوازش نمیکنه. محبت گناه نیست، دوست داشتن کسی گناه نیست، بازی کردن با احساسات دیگران گناه است، سوء استفاده از شخصیت دیگران گناه است به نام محبت. خیلی از این واژه سوء استفاده میکنه. چهارمش هدیه دادن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در نص حدیث است میگه که شما با هم دیگر تحفه بدهید، هدیه بدهید تا هم دیگر دوست داشته باشید. از این طریق میتونید دلها را به دست بیاورید. فرق نمیکنه کوچک باشه یا بزرگ باشه، اون احساس جانب مقابل و درک جانب مقابل نشان میده، ولو اگر یک خودکار باشه، یک قلم باشه، هر چه که باشه. حالا از خودت سوال بکن، 10 سال از ازدواجت گذشته، 15 سال گذشته، 20 سال گذشته، تو خدا روزی یک هدیه را به همسرت تقدیم کرده که همسر عزیزم این هدیه است از طرف من؟ محبتش کردی؟ اشتباهاتش عفو و گذشت کردی؟ با او اخلاق کردی؟ که باز بشینی شکایت بکنی والله بگی بی تفاوت است به برابر من میگه. به فرزندیت هدیه دادن فرق نمیکنه، زیر دستت باشه، شاگردت باشه، همسرت باشه، برادرت باشه، خواهرت باشه، مادرت باشه، همکارت باشه، رفیقت باشه، هر کسی که باشه. اینها راهکارهای به دست آوردن دل انسان هاست. از این طریق میتونی بر دلها مسلط بشی. حرمت احترام کردن. احترام کردن احترام به بار می آورد. هر کس حرمت بکنه حرمت میشه، بی حرمتی بکنه بی حرمتی میشه، بی ادبی بکنه بی ادبی میبینه. من احترم یحترم، کسی که احترام کرده احترام میشه. اینها چیزهایی است که انسان فطرتا اینها را دوست داره. هر انسانی پرسان بکنی برایش هدیه بده خوشحال میشه، احترامش بکنی برای شخصیت بدهی، ارج بگذاری به شخصیتش، خوشحال میشه. فرق نمیکنه خرد باشه یا بزرگ باشه، زن باشه یا مرد باشه، شناس باشه یا بیگانه باشه، هر کس که باشه. در ذات خود انسان احترام را دوست داره و این احترام مخصوص مال کسی هم نیست که بگی فقط برای فلانی باشه. نه، هر انسانی از دیدگاه اسلام مورد حرمت و احترامه. انسان گفتم، نه مسلمان و مؤمن، هر انسان قابل حرمت و احترامه از لحاظ اسلامی. با نامی که دوست دارد یا با نام خوب یاد کردنش دلش میتونی از این طریق به دست بیاوری. حضرت عمر رضی الله تعالی میگه انسانها رو با نامی که دوست دارن صدایشان بزنید، با لقبی که میپسندن دوست دارن او را مخاطب قرار بدهید. ما نه تنها که نامش هم نمیگیریم، او را هم نمیشه قیچی میکنیم. چرا؟ مثلا شما در جامعه میشن یک کس فاطمه نام داره، او فاطمه میگن، فاتک میگن، نمیفهم چی میگن. عبدالصمد، صمد، چقدر تفاوت. ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا. من نمیگم حتما به من، یعنی این چیزی طبیعی است. ما فکر میکنیم که او را نوازش میدیم، نامش نیمه میگیریم. نی، این نوازش نیست، این بی‌اعتنایی است، این بی‌حرمتی است. نامش درست بگیرید، منظم بگیرید. نامی که بالایش گذاشتید حداقل همون نامه که بگید. خیلی ثقیل تمام میشه. نام کوتاه‌تر میگذاشته که میتونست صدا بکنه. مشورت گرفتن از دیگران راهی به دست آوردن دل دیگرانه. یعنی شما برای شخصیت قائل میشوید. نظر شما در این مورد چیست؟ چی مشوره، چی نظر میدهید؟ میفهمید چی تحول ایجاد میکنه در زندگی؟ اگر از همسرت مشورت بگیری، اگر از فرزندانت مشورت بگیری، اگر از پدر و مادرت نظر بخوایی، اگر از همکارت، از رفیقت، همسرت نظر بخوایی، یعنی به این معنا که شما به او حرمت قائل شدید، شخصیت قائل شدید، او را من حیث یک انسان بزرگ میشناسید، او را اهل مشوره و اهل خرد میدانید، به خاطر ازش نظر میخواید. کل این موارد راههای تسلط کردن
تسلط پیدا کردن بر دل هاست. میگه والا صاحب چی کنیم که می فلانی دل شما به دست بیاوریم؟ خیلی راهکارهایی وجود داره، ولی ما برعکس میکنیم. خلاصه راههای به دست آوردن دل انسان ها: یک، اخلاق خوب با اونها. دو، از تقصیرات و کوتاهی‌هایشان گذشت کردن، عفو و گذشت. سه، محبت ورزیدن با اونها، مهر ورزیدن. چهار، هدیه دادن. پنجم، حرمت و احترام کردن. ششم، با نام خوب یاد کردن. هفتم، مشورت گرفتن. هشتم، سلام دادن. نهم، دعوتش کردن. دهم، دعا کردن. دلها در بین انگشتان بلا کیف الله هست. یقلب الله کیف یشاء. هر طریقی بخواه الله زیر و رو میکنه. پروردگارا تو گرداننده دل هاستی، تو مالکی دل هاستی. بین من با فلانی یک پیوند، یک مهر و محبت و صفا و صمیمیت ایجاد کن. اینا راههای تسلط بر دل هاست. اگر میخوای واقعا دلی به دست بیاوری، راههای به دست آوردن دل این هاست. و دل به دست آور که حجی اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گفتن، نه سطل آشغالی پر از کثافات باش، پر از کینه و بغض و عداوت و دشمنی و چتلی. و رسول الله صلی الله علیه و میگه دل انسان ها وقتی که به دنیا میاد مثل دل پرنده است، صاف است، پاک است. هیچ پرنده ای نسبت به پرنده دیگر بغض و عداوت نداره که از من بیشتر پرواز میکنه یا پایینتره یا بیشتر میخوره. اگر دل شما مثل دل پرنده می بود، مثل پرنده رزق و روزی میخوردید. اگر توکلتان به اندازه توکل یک مورچه و یک پرنده می بود، دیگه مشکل حل بود. ولی درد ما اینجاست که هر غلطی میکنیم، هر جنایتی میکنیم، نامش هم گذاشتیم میگه دل ما پاک باشه. چطور دل پاک است؟ همین رقم دل پاک، از همین طریق دل پاک میشه. به هر حال اینا راهکارهای برای به دست آوردن دل انسان ها. ولی چی چیز عامل میشه که انسان ها از ما بگریزن؟ این آیه خیلی یک دنیای از معنا را داره. اگر تا فردا هم بگم شاید تمام نشه. ما تا فقط یک آیه را خواندیم. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اگر تو تندرو می بودی مردم میگریختن. اولین عامل گریز انسان ها از انسان بد اخلاقی است، ضد اخلاق. عاملی به دست آوردن دل انسان ها اخلاق بود، ضدش بد اخلاقی است، پینک تروشی است، زشت رفتاری است. بعضی‌ها که ببینی در دنیا از پینکشون جهنم میبینی، خب شعله های جهنم معلوم میشه. در نماز هم کسی ببینی که تو ترش فکر میکنی با کسی دعوا دار. چی گپ است؟ و اسلام چی میگه؟ تبسم فی وجه اخی که صدقه. لبخند برابر برادر مسلمان صدقه است، نه پینک تروشی. به طول حیاتش رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرتبه، یک دفعه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف یک کور جبینش ترش کرد، پینکش ترش کرد، اظهار قهر کرد. در یک مجلس کلان رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته با سردمداران کفار و کارتن کلانای کفار همه نشستن. عبدالله ابن ام مکتوم صحابه کوری است، همون نفری که همراهش از دور آوردن نزد رسول الله. هر روز می آمد میگفت که یا رسول الله به من تعلیم بدین چه خداوند به شما آموخته تعلیم داده. پیامبر صلی الله علیه و نگاه کرد به طرف می نفری که را آورده، پینکش ترش کرد که یعنی ببری جلسه رو نمیبینی، مجلس رو نمیبینی، وقتی گپ نیست فلان، برو بعدن بیا. خب تو خود درک داری حداقل. فقط پینکش ترش کرد، فوراً آیات قرآن نازل میشه. یک سوره عبس و تولا ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یزکا. چرا عبس یعنی عبوس کردن، ترش کردن پینک. چرا پینکت ترش کردی طرفش؟ چرا قهرت ظاهر کردی، اظهار خشم کردی در برابرش؟ حتی همون هم حق نداشتی. اولین عامل تنفر انسان ها از انسان هایی که بد اخلاق است، که اینجا خدا به پیغمبر میگه این اخلاقی است، رحمت خداست که اینها به دور جمع هستند. ولی اگر بد اخلاق می بودی کل اینا فرار میکرد از دورت. یک انسان بد اخلاق پیدا کنید که چند صد نفر به دورش جمع باشه. اینهایی که به دور ما جمع میشن عامل اسباب دیگری داره. بعضیها به خاطر پول جمع میشن، بعضیها به خاطر قدرت جمع میشن، بعضیها به خاطر منفعت‌های شخصی دیگه جمع میشن،
ولی پیدا کنید کسایی که بدون هدف فقط به خاطر الله به کنارتان ایستاد بشن. این مهمه. اگر در طول عمر 10 نفر داشته باشی که به خاطر خدا دوستت داشته باشن، به خاطر خدا کمکت کنن، به خاطر خدا کنار ایستاد باشن، به خاطر خدا دستت بگیرن، هرگز در تنگنا قرار نمیگیری، با مشکل دوچار نمیشی. ولی مشکلی است که وقتی کمک راه هموار میشه، سفره کلان میشه، غذای رنگارنگ گذاشته میشه، هزارها میبینی سیب به به مرید و مخلص و چاکر و نمیفهم به اصطلاح قربان برو پیدا میشه. اینا کجا بودن تا دیروز؟ همین بیچاره تا دیروز اینجا میگن، امروز که به قدرت رسید میبینی سیب چپناست که سیب دسته های گل است که پشت سر رفته روان. کجا میرسی؟ جلالت مآب سیب فلانی میگه به قدرت رسید. خیلی فلانی هم فلانی دیروز نیست رو به خدا، امروز تو شده. اینا به خاطر اخلاق وضو نمیرن، به خاطر قدرت وضو میرن پیشش، به خاطر پول و ثروتش میرن پیشش. بولاز اولین عامل از اسباب تنفر بد اخلاقی زشت رفتاری است. دوم بی‌تفاوتی است. بعضی از انسان ها خیلی بی‌تفاوتن در برابر دیگر. یک کسی که ببینه که تو برش حرمت قائل نیستی و بی‌تفاوت هستی و بالاخره هیچ در طول عمرت با او 2 کلمه گپ نمیزنی، خب دیگه چطور به دور جمع بشه؟ بد اخلاقی، بی‌تفاوتی، بی‌حرمتی، بهانه‌جویی، بی‌مهری، کل اینها عامل گریز انسان هست. علت و عللی که مردم از ما میگریزن، فرار میکنن، همینه دیگه، چیزی نیست. یا بد اخلاقی ماست، یا بی‌تفاوتی ماست، یا بی‌حرمتی ماست، یا بهانه‌جویی ماست، یا بی‌مهری ماست. بنان انسان ها از این میگریزن، فرار میکنن. و الا کل اینها را برعکس کن. بد اخلاقی را به خوش اخلاقی تبدیل کن، بی‌تفاوتی را با تفاوت بودن تغییر بدی، بی‌حرمتی را با حرمت، بی‌مهری را با محبت، بهانه‌جویی را برطرف کن، یک طرف بگذار. ببین مردم به طرف چطور میان. رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر به خاطر جان میدادن، به خاطرش مال میدادن، به خاطرش تمام هست و نیستشان میدادن، به خاطر این بود که همه ویژگی ها و خوبی ها را در وجودش داشت. و امروز هم هست. خیلی انسان های در جامعه هستند که مردم از مال و جان و زندگیشان به خاطرش میگذرن، چون داره اون ویژگی ها و اون خوبی ها را. الله به ما و شما هم نصیب بگردانه که نصیب ما هم بشه. ما را خوب به تعبیر امون نفر میگفت که ما را که مردم ببینه صدقه میده که دوباره به عمر نبینیم. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بحث ما طولانی شد، انشاءالله ادامه ایزی از سر کلمه فاعف عنهم واستغفر لهم و برنامه دیگر انشاءالله خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. و ما را در وقت افطار، در وقت سحری از دعای خیرتان فراموش نکنید. امیدوار هستم که پیام و درس امروز را گرفته باشید. خلاصه درس امروزی ما یا تفسیر امروز که از آیه 159 سوره آل عمران شروع شد، اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و نمونه های از اخلاق پیغمبر در برابر اقشار مختلف جامعه و همچنین ویژگی های یک رهبر و همچنین راههای به دست آوردن دل انسان ها و عامل و اسباب گریز انسان ها که از دور انسان میگریزن، فرار میکنن. این قضایا بود که خدمت عزیزان تقدیم شد. تا برنامه بعدی که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به الله یکتای بی همتا قیومی توانا می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله.